شریف محور همگرایی و وحدت جهان اسلام عنوان وبیناری بود که همزمان با روز جهانی قدس امسال برگزار شد. شخصیت‌های سیاسی، علما و دانشگاهیان از کشورهای افغانستان، ایران و فلسطین در این وبینار به موضوعات مرتبط با قدس شریف از جمله به بررسی پیوند دینی و ایمانی مردم افغانستان با مردم مظلوم فلسطین و قدس شریف پرداختند. خدمت ملت شریف و قهرمان افغانستان. نماینده حماس در این وبینار با تاکید بر وحدت مسلمانان گفت مقاومت فلسطین به ادامه راه جهادی خود علیه ظلم و جور رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد. ما چاره جز کنار گذاشتن اختلافات جانبی چه طایفی و چه قومیتی در سطح منطقه نداریم تا بتوانیم فارغ البال به مقابله با دشمن اول و آخر امت یعنی رژیم صهیونیستی بپردازیم. رضوانی بامیانی عضو شورای رهبری علمای شیعه افغانستان هم با اشاره به نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس گفت مردم افغانستان از جمله نخستین کشورهایی بودند که به ندای امام خمینی رحمت الله علیه لبیک گفتند. تعبیر امام خمینی بسیار تعبیر دقیق بود که اگر مسئله فلسطین به موقع خود حل میشد مشکلات و مصائب گرفتاری‌هایی که بعداً برای مسلمان ها در سرزمین های دیگر پیش آمد هرگز پیش نمی آمد. بهادر امینیان سفیر کشورمان در افغانستان هم در این وبینار گفت تشکیل کشور جعلی اسرائیل منطقه را در بحران فرو برده است. در طول دهه‌های گذشته همیشه این مسئله سرمنشأ بحران و تنش بوده. چند جنگ بزرگ صورت گرفته. سفیر فلسطین در جمهوری اسلامی ایران هم در این وبینار گفت آزادی قدس شریف نزدیک است. انشاءالله المازمه در قدس شریف به امامت حضرت مهدی محقق باشد انشاءالله. حجت الاسلام حسینی مزاری رئیس مرکز تبیان افغانستان هم از رژیم صهیونیستی به عنوان نماد استکبار در منطقه یاد کرد. مردم افغانستان به این درک رسیدن که رژیم صهیونیستی به نمایندگی از تمام مستکبرین عالم تلاش دارد در راستای تضعیف مسلمانان و سرکوب مسلمانان. ناامنی ها و موج سوم کرونا امسال باعث شد از برنامه‌های گرامی داشت از روز جهانی قدس در فضای مجازی در افغانستان پررنگتر از سالهای گذشته شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.